اگه هوش مصنوعی فقط واسه ما آدما نباشه چی میشه؟ یعنی یه روز چشم باز کنی یا ببینی سگ رباتیک توی خیابون با یه گربه واقعی حرف میزنه، یا یه پرنده با یه دوربین هوش مصنوعی بازی میکنه. چی میشه؟ این یک واقعیته و تخیل علمی نیست. آره، باورش خیلی سخته و اینا چیزایی که همین الان داره تو دنیا اتفاق میفته و شاید چند سال دیگه حیواناتی که ما میشناختیم دیگه همونا نباشن. قرار واقعیتی ترسناک از وجود هوش مصنوعی تو زندگی حیوانات رو براتون بگم که باور کردنش هم سخته و یه جورایی مثل فیلم‌های علمی تخیلی میمونه. اگر دنبال هیجان هستی حتما ویدیو رو تا آخر نگاه کن. دانشمندان در چین توی یکی از مزرعه‌ها دوربین‌های AR که حالت چهره گاوها رو شناسایی میکنه نصب کردن که بتونه مشکلات رو بررسی کنه و حتی میتونه بفهمه کدوم گاو حالش بده، کدوم استرس داره یا کدوم گرسنه است. توی آفریقا هم برای تحقیق از فیل‌ها و شیرهای در حال انقراض به جای اینکه از یک تیم بزرگ که هفته‌ها بخوام وقت بذارن و اطلاعات جمع کنن، با استفاده از AR و پهپادهای کوچک هوش مصنوعی تونستن توی چند ساعت همه اطلاعات رو جمع آوری کنن. جالبه بدونید حتی توی استرالیا تونستن با ربات‌های AI به جای چوپون‌ها گله گوسفندا رو هدایت کنن که باور کردنی نیست، ولی یه ربات کوچیک با دوربین‌های GPS و هوش مصنوعی میتونه یه گله 100 تایی گوسفند رو به راحتی مراقبت کنه. تا الان هوش مصنوعی خیلی خوب به نظر میاد و جذابه، ولی یادتون باشه همیشه اینقدر هم قشنگ نیستش و بعضی محققان میگن دخالت AI و هوش مصنوعی ممکنه رفتار طبیعی حیوانات رو هم تغییر بده که این میتونه وحشتناک و ترسناک باشه. مثلا فرض کن توی یه جنگل یه سیستم AI بذارن که ترافیک حیوانات رو کنترل کنه. بله، درست شنیدی. یعنی به جای اینکه گوزن خودش راهش رو پیدا کنه، ربات بهش میگه از این ور برو که امن‌تره. یا اینکه یه سیستم هوشمند مدام به حیوونا غذا بده و دیگه خودشون دنبال شکار نمیرن. یا سیستم AI میگه کدوم حیوان مظلوم‌تره و بخواد جلوی شکارچی رو بگیره. و این حالت خیلی ترسناکه. انگار دیگه حیوانات هم قراره مثل ما وابسته به تکنولوژی بشن. به نظر شما دخالت در طبیعت میتونه به حیوانات کمک کنه؟ حالا یه نکته جالب ترم هست، اینکه محققان ژاپنی با کمک AI تونستن یه جورایی زبان بدن حیوانات رو هم ترجمه کنن. مثلا یه سگ دومشو که یه جور خاصی تکون بده، AI میفهمه که الان ناراحته یا خوشحاله. حتی پروژه‌ای هست برای ترجمه صداهای دلفین و نهنگ‌ها و به زبان قابل فهم برای انسان‌ها. یعنی شاید روزی به جایی برسیم که واقعا بتونیم با حیوانات حرف بزنیم. و حالا اینجا یه سوالی پیش میاد که آیا زندگی قشنگتر میشه یا ترسناکتر؟ و اینکه هوش مصنوعی قرار زندگی حیوانات رو بهتر کنه یا داره آروم آروم کنترل طبیعت رو از دست طبیعت میگیره؟ خوشحال میشم نظراتتون رو برام بفرستید و مرسی که با من همراه بودید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید تا ویدیوها رو از دست ندید.